با هنگام بررسی اصلاح قانون عهدهداری‌های عمومی حربی و خدمت حربی در پارلمان، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان با اصلاحات در قواهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت که لایحه جدید قانون خدمت آلترناتیوی تهیه شده و برای بررسی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. خدمت آلترناتیوی این است که بجای 2 سال خدمت در صف قواهای مسلح، جوانان سین دعوت به کار در ساختارهای اجتماعی کشور مثل خانه پیرانسالان، کودکستان یا بیمارستانها جلب می شوند و حصه معینی دستمزد خود را برای تأمین مالی عسکران به وزارت دفاع می سپارند. قانون جمهوری تاجیکستان باید به خدمت آلترناتیوی از جانب گروه کاری وزارت کار کرده شده است. این لایحه امروز در تصویب پرزیدنت جمهوری گروه کاری حکومتی در برآورده شده. طی چند سال اخیر گزارش‌ها درباره موارد زیاد خشونت سربازان در ارتش تاجیکستان و از طریق ابلاغ یا جلب اجباری به خدمت جلب شدن جوانان زیاد نشر می شود. با توجه به این مشکل، اکثر جوانان سن خدمت سربازی از رفتن به ارتش خودداری می کنند و برابر ختم مکتب راه سوی مهاجرت پیش می گیرند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار تیر ماه صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند. بنا به اطلاع رسمی، تعداد افراد سن دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.